مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت باز دو طفل نابالغ در زیر چرخ ماشین خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، صبح 8 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 راننده اتومبیل تمغه بارکش خوندای پورتر سفرعلی محمد سال تولدش 1984 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در منزل استقامتیش پسر خردسالش سفرعلی عبدالرحمن سال تولدش 2019 را با قسمت پیش ماشینش زده است که در نتیجه خردسال به سلامتیش ضررات وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن به هلاکت رسیده است. همین طور شام 31 ژانویه سال 2023 تخمینا ساعت 18:10 راننده اتومبیل تمغه BMW شریپوف محمد جان سال تولدش 1990 ساکن نوای فرخور هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت خوتن به سمت مرکز جماعت شهرک فرخور در روی ماشینگرد واقع در دهه فیض آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران نابالغ رحمان و فردوس سال تولدش 2012 ساکن نوای مذکور را با قسم پیش اتومبیل زده است. در نتیجه نابالغ رحمانوف به سلامتیش ضررات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.